اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. مقام‌های محلی ولایت ارزگان می‌گوید کار بیش از 100 پروژه به ارزش 900 میلیون افغانی در ولسوالی‌های چوره و چنارتوی این ولایت ادامه دارد. به گفته مسئولین این پروژه ها شامل احداث سربندها، دیوارهای استنادی، سرک‌ها، پلچک‌ها و جاده‌ها می‌باشند. 18 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب برای عملیات و درمان توسط هلال احمر افغانی به شفاخانه باسط در کابل معرفی شدند. در 8 ماه گذشته 746 کودک توسط هلال احمر افغانی در شفاخانه‌های مختلف شهر کابل معرفی شده‌اند. سر محکمه میگوید در محکمه استیناف ولایت میدان وردک میان مسئولین اداری و قضایی جلسه صورت گرفت. یک تن از دکانداران زن بازار تجارتی خدیجه الکبری در بلخ میگوید هر آنچه امارت اسلامی برای زنان فراهم نموده پدران و مادران این چنین فضای مناسب فراهم نخواهند کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان این وزارت در سفر رسمی خود به لغمان با الحاج قاری زین العابدین عابد والی لغمان در دفتر کاریش دیدار کرد. الحاج ملا فیض الله تمیم رئیس عمومی اداره ملی استاندارد در پروگرام نهالشانی اشتراک نمود. وی همچنین از تلاش‌ها و پروگرام‌های گسترده اداره ملی استاندارد در بخش صحت و سلامت مردم اشاره نمود. قماندانی امنیه کابل میگوید نیروهای امنیتی حوزه هشتم 4 تن را به اتهام جرایم مختلف بازداشت کردند. همچنان می‌افزاید 2 تن از مجرمان به اتهام قتل و 2 تن دیگر به اتهام فساد اخلاقی دستگیر شدند. مدیر عواید ریاست شاروالی فراه بیان نموده است که در سال جاری 94 میلیون و 439 هزار و 891 افغانی عواید جمع‌آوری نموده است که نسبت به سال گذشته 50% افزایش را نشان می‌دهد.